میگه که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. من قبلا یه لپتاپی داشتم. این لپتاپ یه خورده از لحاظ فیزیکی دورش شکسته بود، رنگ پریده بود و تقریبا 3 سال بود که دائما ازش استفاده میکردم واسه انجام یه سری کارها و متاسفانه از اون کارهایی که انجام میدادم هیچ کدومش رو به ثمر نرسوندم و بابت این قضیه مثلا یکی از اعضای خانوادم 1-2 بار به هم سرکوفت زد و خودم خیلی احساس شرم و گناه میکردم از اینکه من یه لپتاپ دارم و باش هنوز هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. این گذشت و چند وقت پیشا یه بنده خدایی پیدا شد و گفت حاجی من لپتاپ میخوام. منم این لپتاپ رو به قیمت مفتی دادم رفت. حالا بعد چند روز یه فرصتی برام پیش اومده با اون کارهایی که میتونستم یعنی یاد گرفته بودم با لپتاپه، میتونستم که یه کاری رو انجام بدم توی این فرصت جدیدی که برام به وجود اومده بود. یعنی میتونستم که از اون مهارت پول در بیارم و یه خورده رشد کنم، یعنی یه زمینه بهتری برام به وجود اومده بود. و متاسفانه این که لپتاپ دیگه ندارمش و تازه میفهمم که صبر چقدر مهمه. ناشکری نباید آدم کرد. اگر دری برای آدم باز نمیشه نباید آدم ناامید بشه و همه چیزو خراب کنه. فقط باید صبر کنه. ممکنه که معلوم نیست چند وقت بعد به همین آسونی یه فرصت گیر من اومد و میتونستم انجام بدم ولی لپتاپ نداشتم و اون فرصت متاسفانه از دستم رفت و من به این نتیجه رسیدم که اگر شکرگزار نعمت ها نباشی اون نعمت ها از دستت میره و بعداً حسرتش رو میخوری. همین.